شما همه رو رد کردید. آیا این که یکی از شرکت‌های داروسازی آمریکایی در آنفولانزای نوع A 400 میلیارد دلار فروش داشته نشان از برنامه‌ریزی آنها ندارد؟ شما فکر کرد آنفولانزا نوعی واقعا انقدر نبود؟ دروغ محض بگیم مکه هیچ اتفاقی نیفتاد. اینا که رفتن مکه میدونی چی شد؟ فقط ایالات متحده یکی از شرکت‌هاش در جریان آنفولانزا نوع A 400 میلیارد دلار واکسن فروخت. میدونی 400 میلیارد دلار یعنی چی؟ دانشجوی حسابداری مدیریت شما هم دارین درس حسابداری. من خودم یه مقطع حسابداری خوندم. به ریال اما میگیم تو حسابداری نام 400 میلیارد دلار فقط یک از شرکتاشون. جالب اینه که همون کسی که اومده گفته 400 میلیارد دلار در جلسه مناظره‌ای که در سازمان بسیج دانشجویی کشور ما داشتیم صراحتاً میگه که من اشتباه کردم، 400 میلیون دلار بوده نه 400 میلیارد دلار. ببینید ما با یه چنین پدیده‌ای روبرو هستیم. وقتی انتقاد میشه، دلیل و برهان آورده میشه، عقب نشینی میکنن.